شهرمند جوات آسای شهر ما کردستان مسرور بارزانی دیگر فرمانده گشتی نوی هیزن افپیمانان لعراق جنرال والتر وایت و شاندا پیرا جویه دوی جوینه دا مسرور بارزانی راگان تریما کورسان به همو کارینن خواه برای شر دجی تروریستان مینو ده همان دمج داد الگرانی خواه جسر هلدانا چالاکین هن گروپن تروری لهنک نافچین عراقی و نافچین کردستانیین در و اداره هرما کردستان درباری و پیتوی جزانی که هر چه قازو به هماهنگی همو آلیه که روشوان نافچان به آسای کردن و همو افسادمین سیاسی و آبوری و اداری بین راکرن کوریج بوی سرهلدان و گشکرن وان گروپین تروریستی خواشت که لهمبر جدا جنرال والتر وایت پابند بونا هف پیمانیان افدالتی جوی آلیکاری و هماهنگی هرما کردستانی و ازین پیشمرگه تکسکر و راگ هانجی هرما کردستانی به اگه که باندور هیا و وک فاکتور که آرامی نافچه هیا و جه پیزانین هف پیمانانه جنرال هیویجی خواست که هماهنگی که همو آلیکی در ری لسرهلدانا تندوی تیجی بگرتن و به سرکتنا شر الدجی تروری به سرکفتنا آشتی و آرامی به نارامی بدایی ببه.